لا اله نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت شود. بسیار مردم هست که ذات الله را عبادت نمیکنن، سجده را به مخلوق میکنن. چند قسم نظر در افغانستان داریم برای مخلوق. نظر عبادت است نیست. 14 قسم یک دفعه کسی برای من حساب گرفت. 14 قسم نظر مخلوق است در افغانستان. آیا کسی که نظر برای مخلوق میکنه این خاتمهش به لا اله الا الله میشه؟ چون خود کلمه خود میگه که لا اله نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت شود. یعنی هیچ نیست هیچ کسی که به نام از اون نظر شود، زیر پای از او حیوان ذبح شود، بر از او سجده شود، بر از او رکوع شود و قانون شریعتش تطبیق شود الا الله و غیر